سلام خوش اومدیم به چنل یوتیوب بنده. اسم مستعار من همونطور که مشخصه میاکان هستش و اسم اصلی من فعلا ما کار نداریم. اگه میخواستم توسط اسم اصلی خامسا زاده بشم چه نیازی به اسم مستعار بود؟ نه بگذاریم. مطمئن یه سری سوال هست که کیه؟ چیه؟ محتوای چنلش چیه؟ در جا باید بگم که صحبت. درسته، صحبت. یعنی ما قراره شخص کارتونی عجیب با پیژامه کریم ببینی که فقط داره صحبت میکنه؟ نه دقیقاً. بذارین یکم بهتر توضیحش بدم. ویدیوی کامنتری یا استوری تلینگ یا حتی پادکستایی که افراد در زندگی روزمره خودشون آمیخته با عقایدشون راجع به مسائل مختلف صحبت میکنن از مورد علاقه‌های من بودن و خواهند بود. خود شخص من کسیه که همیشه یه موضوعی برای صحبت کردن و حرف زدن داره و تقریبا هیچ وقت خفه نمیشه. از طرف من انیمیشن ساختن، نقاشی کشیدن و غیره رو به شدت دوست داشتم و دارم. ترکیب یه صحبت صمیمی و یه انیمیشن گوگلی همیشه واسم خیلی جذاب و بامزه بوده و بعد از دیدن ویدیوی هانیه با خودم گفتم چرا که نه. واقعا هم این خانوم و همچنین آرمیناتور بزرگترین الهام برای چنین کاری بودن که واقعا ازشون ممنونم. ولی دلیل اصلی وجود اومدن این چنل داستانم. درسته من داستان می‌نویسم و علاقه ایم که هیچ وقت هیچ چیز جاش رو واسم نمیگیره، حتی نقاشی کشیدن، داستان نوشتنه. در اصل من نقاشی و انیمیشنمو تقویت میکنم تا بتونم شخصیت داستانم رو از قالب کلمات خارج و روی برگه بیارم. حتی اسم مستعار من اسم شخصی اصلی که داستانمه. بیشتر راجع بهش تو ویدیوی دیگه صحبت میکنیم. و درسته من از بچگی مینوشتم، اما بنده در سن 17 سالگی اولین باریه که یکی از این رمان‌ها و داستان‌ها رو با عقلی به اشتراک میذارم. در نتیجه به جز دوستام افراد خاص دیگه ازش خبر نیستن. درسته من سعی کردم با استفاده از تبلیغ تو چنل دوستام خواننده جمع کنم، ولی این متد قرار نیست مدت زیادی دوام بیاره. پس نیاز داشتم یه کار دیگه بکنم. داستانم رو توی پلتفرم‌های دیگه تبلیغ کنم و خواننده از اونجا جذب کنم. مثلا اینستا. عمرن خیلی از اشخاصی که توی کامنت اینستاگرام فارسی فعال هستن معمولا به جز توهین وحشتناک نظر دیگه‌ای برای ارائه ندارن، پس اونجا رو بیخیال شدم. یوتیوب فضای تقریبا امن‌تری برای اشتراک گذاری و تبلیغ داستانم بود و سر وقت فکر می‌کردم چجوری قراره تو یوتیوب تبلیغ کنم که به این رسیدم. با این کار هم میتونم چنلی داشته باشم که درباره موضوعهای متفاوت داخلش صحبت میشه و همچنین از داستانم هم یک حمایتی میشه. الانم اینجا لینک چنل تلگرامی که داستانم رو داخلش آپلود میکنم توی کپشن هست. خلاصش، ژانرش، جزئیاتش و غیره همه توی پست پین شده چنل هست و اگه واقعا علاقه به خوندن چنین داستان‌هایی دارید، منظورم داستان جنایی یا درامه، خوشحال میشم نظراتتون رو توی بخش کامنت تلگرام بگید. خلاصه که فعلا تا همینجا کافیه. امیدوارم برای ویدیوی معرفی کافی بوده باشه. فعلا